میکنم حتما این گزارش رو ببینید. از مزایای این اختراع اینه که اگر کمربند راننده و سرنشین جلو بسته نباشه خودرو به هیچ وجه روشن نمیشه. ببینید. و با بسته شدن کمربند راننده و سرنشین جلو خودرو به راحتی روشن میشه و شروع به حرکت میکنه. از ویژگی‌های این اختراع اینه که اگر راننده و سرنشین جلو کمربند خودشو نبنده خودرو به هیچ وجه روشن نمیشه و در صورت بسته شدن کمربند راننده و سرنشین جلو خودرو به راحتی روشن میشه. ببینید. نشد. والا حکم ادامه حکم خوبیه، چون هم امنیت کمتر میشه، هم به قول معروف بیشتر میشه، بعد خلاف کمتر میشه، امنیت مردم بیشتر میشه. جلسه چندمتون میاد استا؟ ادا جلسه اوله. چی شد؟ صبح بود مسئولای برق اومدن؟ ادا بله. چی شد؟ اجا برق اومد، اجازه دیگه ما اومدیم، اجازه دیگه اومد داخل استخر. هفته محیط زیست بهونه شد تا کوهنورد. دومین توصیه من به تولید کنندگان وسیله نقلیه است. امسال بیش از 50,000 هکتار از زراعت برنج پشو خوردم. مشکلی هم نداریم ان شاء الله. توانش هم هرچی مونه درست میکنه. قبلا وضعیت راهتون چطور بوده؟ بعضی اصلا گل جوال خرم نمیبه که برسه ماشین. یه وقت امارای به من دادن برای 3 ماه دیگه، یعنی چه؟ من الان دستم از کار افتاده، 3 ماه دیگه میام جواب بدم. نکن میخوام جواب بدن. 3 روز قرص. خانم صالحی ارجسی بیا بالا. چی یاد گرفتی اینجا؟ هویج گوجه فرنگی. تو کی تهیه کرد؟ من همین الان. برنامه چیه؟ برنامه خبره. چقدر قیمت بلیطو؟ 2000 تومان. از با انضباط نسبت به دفعه قبل. بکن یه گزارش اونجا بده، نگاه بکن این چطور وحشی. ایمان کجا 90؟ برنامه 90 نی آمو. زراعت سویا امسال در خیلی خاک فایده نداره. میتونید شعری از حافظ سعدی رو بخونید؟ حافظا. سلام، خسته نباشید. شما فرزندتون رو با شیر خودتون تغذیه میکنید یا با شیر مادر؟ شما فرزندتون رو با شیر خودتون تغذیه میکنید یا با شیر مادر؟